سلام، خوش اومد به یه ویدیو دیگه. همونطور که توی ویدیو کوتاه گفته بودم، اگر دوست دارید دوز بازی کردن بهتون یاد بدم به هم بگید. یه شخصی همونجا درخواست کرد و امروز هم قراره بهتون یاد بدم چطوری دوز بازی کنیم. پس برو بریم سمت ویدیو. خیلی خوب، این صفحه دوزیه که ما داریم 12 مهره هستش، 9 مهره هم هست، 6 مهره هم هست. حالا این 6 مهره و 9 مهره و 12 مهره چیه؟ ببینید دوز 2 تا مهره داره واسه بازیکناش، چون 2 نفر است، سفید و مشکی. ببینید توی 6 مهره یا 9 مهره یا 12 مهره، الان مال ما که 12 مهره است دیگه، 12 تا سفید برای یه دونه از بازیکن‌ها وجود داره و 12 تا مشکی هم برای اون یکی از بازیکن وجود داره. حالا از کجا بفهمیم دوزمون به قول گفتنی 9 تایی، 6 تایی، 12 تایی؟ ببینید وقتی که مهرهای سفید و مشکی رو روی تخته همشون رو قرار بدید، همشون جا میشن و دیگه هیچ خونه‌ای پر نمیمونه. الان مال ما هم اگر حساب کنید یه سر انگشتی، اینجا 24 تا خونه است. خب خیلی خوب، حالا قانون دوز چیه؟ ببینید بازی نوبتی هستش. مثلا یه فردی مشکی سفید میذاره، شما مشکی میذارید، خب و همینطور باید ادامه بدید تا چی بسازید؟ یه دونه تو این حالت بهش میگن دوز کردن، در اصل میشه دوز. خب فرقی نداره حالا این حالت توی حالت ضبدری باشه یا توی حالت افقی باشه، یا افقی یا عمودی، حالا اشتباه گفتم خبر ندارم، اینطوری باشه، فرقی نداره، هر جا فقط 3 تا روبروی هم دیگه اینجوری قرار بگیره. خب حالا ما دوز رو انجام دادیم، 3 تا رو پشت سر هم درست کردیم. حالا باید چیکار کنیم؟ خب الان سفید 3 تا دونه مهره پشت سر هم گذاشته و دوز رو انجام داده. مهره است، باید یه مهره ورداریم، نه از روی صفحه، یک مهره از سیاه رو میسوزونیم، مثلا میندازیم دور و اینجا این کار تا جایی انجام میشه که تمام مهره ها روی صفحه قرار بگیره بر فرض. خب الان ببینید من دارم بازی میکنم سریع که مهره ها بیاد. مثلا الان اینا میسوزن توی اینا کار. خب و حالا اینطوری. خب حالا همه مهرها چیده شد روی صفحه و دیگه مهره‌ای نمونده و حالا یه تعدادی هم که حذف شدن و این چیزا. حالا باید چیکار کنیم؟ حالا باید مهرهامون رو تکون بدیم. چه شکلی؟ نمیتونیم از روی خونه‌ای به خونه دیگه بپریم. این خطهایی که میبینید متصل شده به این دایره فقط به اندازه یه خونه میتونیم حرکت کنیم، حالا چه دوز درست بشه چه دوز درست نشه. و وقتی هم دوز درست شد، مثلا الان من از روی این قسمت رفتم روی این قسمت، ما باید یه مهره رو ورداریم که جزو توی مشکی مثلا دوز نباشه. مثلا شما اینو دوز رو درست کردید، نمیتونید بیایید این 3 تا که پشت سر هم دوز شده رو مهرهش رو وردارید. شما مثلا باید بیایید این مهره رو وردارید. خب و اون طرف هم همینطور. اون وقتی که میاد مهرهش رو حرکت میده، شما دوباره میایید دوز میکنید و این مهره رو میتونید راحت بردارید. خب و هیچ فرقی هم نداره، میتونید 1000 بار یه مهره رو به قول گفتنی بیارید اینجا بذارید و برگردونید سر جاش. و بازی تا کجا ادامه پیدا میکنه؟ تا جایی که تمام مهره های مثلا سفید حذف بشه، خب و بیفته به 3 تا دونه و حالا اینم به قول گفتنی بشه 4 تا دونه. مثلا با همدیگه فایت کوچیکی داشتن، یه نبرد کوچیکی داشتن و رسیدن به این تعداد. و وقتی که توی این قابلیت برای کسی که توی این قسمت شده 3 تا دونه، حالا این کسی که از 3 تا دونه به بالا، این قانون یا این به قول گفتنی استثناء هنوز نیستش، میتونه مهرهاشو دیگه بدون محدودیت این که مجبوره بیاره توی این خونه یا توی این خونه بلند کنه و بذاره اصلا اینجا که یارو دوز نزنه دوباره بیار. خب و همین ادامه پیدا میکنه تا یه نفر ببازه. چه شکلی؟ مهرهاش بشه 2 تا، دیگه دوزی انجام نمیتونه بده. یعنی اینکه این بیاره اینجا
و شما از این قسمت مثلا خب بیارید اینجا قرار بدید و این یارو دوزش رو انجام بده و اون زمان مهره شما رو برمی‌داره و میتونه بازی رو برنده بشه. یه چیز خیلی مهم رو یادتون نره، تا وقتی 3 تا دونه نشدید نباید از رو خونه ها به خونه های دیگه بپرید. وقتی که 3 تا شدید میتونید این کار انجام بدید. ببینید به این همه توضیحاتی که دادم یه چیزم باید اضافه کنم. وقتی که مهرا چیده میشه روی صفحه، خب ما باید حرکت کنیم دیگه. یه مسئله پیش میاد اونجا، اگه فردی نتونه دیگه حرکت کنه بازنده محسوب میشه. چه شکلی؟ الان میبینید مهره های سیاه میتونن حرکت کنن، خب بر فرض، ولی مهره سفید دیگه نمیتونه حرکتی انجام بده چون نمیتونه مهره بزنه دیگه، فقط باید حرکت کنه. و توی اون مورد هم کسی که نمیتونه حرکت کنه بازنده است. امیدوارم که توضیحاتم گیج کننده نباشه، چون دوز رو من با سرچ این توی چت جی پی تی و قانونایی که توی گوگل خوندم براتون ویدیوشو درست کردم. چرا؟ چون من این تخته رو فقط بابت شطرنجش خریده بودم و چون دوز پشتش بود حالا گفتم دوزم باشه اشکالی نداره. و آره دیگه، امیدوارم سرتون به درد نیومده باشه. خدا نگهدار.